یه ویدیو جدید. این دفعه دوستمو که اسمش پارساس آوردم. پارسا خودتو معرفی کن. سلام، اسم من پارساس. دارم با لیزا مانیکلا بازی میکنم. بله، و امروز میخوایم ببینیم پارسا چی کار میکنه. تو چی کار میکنه پارسا؟ و اگه میدونید ویدیوهای قبلیم که از 5 روز پیشه اگه دیدین دوستش داشتین و یادتون نره لایک سابسکرایب کنی به چنلم. رو این ویدیو اگه ماینکرافت داری یه قلب صورتی بذار توی کامنت ها. و اگه عاشق ماینکرافتی یه قلب آبی و نارنجی بذار توی کامنت ها. پارسا اون موقع خب یه هکر خب اومد توی شهرمون خب خونه تو صدرا رو ترک کند. و اگه نمیدونید صدرا کیه، صدرا هم دوست ما که یه ذره گیجه اما ماینکرافت هم بلده. یه ذره چیه؟ 100 تا گیج از این بیشتر از این. کجا؟ بله اینجا کجاست؟ توی حک درست کرده. منم درست کردیم. آره دیگه اون واسه هر دوتا مونه. اصلا کجاست یادم رفته. کجاست پارسا؟ پیش اسباست. نه پیش من، پیش اسباست. سوراخ نکن اونجا رو درست کن. آخه میخوام برم زیرش، نمیتونم. زیرش هم نمیخوام برم توش. لذا بیامدم بیال توش جامعه میشم. اینجا چی شده؟ الان درستش میکنم. من گنده خودم درست میکنم. خودم درست کرد. خیلی تا درست کنم هوا شب شد. درست کرد. اصلا معلوم نیست. میخوام اینجا حک کنم. و بچه ها واسه یه لحظه پارسا همینجا وایسا. چرا عکس‌ها رو میکنی؟ نکن. بچه ها پارسای ما هم ماینکرافت خیلی بلد نیست اما بلده. داره واقعا تو خودم بلدم میترسم داره چیشه. اما هوا صبح شد شدم بالای اینجا خونه درختی. بچه این هاپوه من کو؟ هاپوه هم تو هم هکره تو کشت. منم نبودم به جون قرآن. ای هاپوه خدا. من فقط ماسون اسمش چی بود؟ چی؟ اسم اون هاپوه نمیدونم. اون یکیه اسمش پیپی بود. اسمش چی بود؟ بچه ها اگه این ویدیو رو دوست داری به چنلم سابسکرایب کن. این تخمه چیه؟ نمیدونم بذار ای آواز گست تو ورد بعد بکشیش. میترسم. خب بکشش. بچه ها اگه بیا خودت بکن.
بچه ها اگه این ویدیو رو دوست داری به چنلم سابسکرایب کن و ایکس باکس هم میدم به شما. اینقدر مگه سخت بود؟ من خیلی از میترسم به خاطر این نکشتم. حالا میگم بابا تو با من از تو میترسم. مثل سگ برمو بینه یه تخم سگ کوش اینه. میگه اندازه و بچه ها ما بازی رو شکست دادیم. خب و یا آشپزخونه، تخت، دستشویی، حتی بالا پشت بونم داریم. و اسبمو میخوام ببرم سر جاش. بیا به سرم غذا بده نمیخوره هرچی بسیده یا بخور بیچاره خودت میگه. آفرین صبح آله من آسمون رو میبینم حواس شبه یا صبح. خب واسه منم همون جوریه. و بچه این TNT کنون اول فکر میکنی این چیه؟ فقط استادای ماینکرافت میدونه این چیه. از ناس که میپریم بالا تو رو میفرسته هوا تا اینکه یه جای مثلا تو رو ببره. این آسانسوره. مثلا یه خونه میتونی بسازی یا یه ساختمون تا اینکه بری بالاش. نه بچه اگه دوست دارین این ویدیو رو بفرستیم به آدمی که دوست داری تا اینکه عاشق این ویدیو شه. بفرستیم به من. منو خیلی دوست داریم شما. من از 2 تا توتیام و پولدارترین وسایلایی که دارم. توتیای منم هست. بذار توتیا رو بده به سگم اونا رو بخوره. نه و بچه ها حتی یه استخرم داره بالاش صندلی داره میتونم بشینم. صندلی رئیسیه. رئیسا فقط میتونه بپوشه. میتونه بشینه. خاپوی منم جو صندلی نشسته. بچه ها و استخر پول میخواد بیای تو. زد خیلی خیلی پول میخواد. 10 میلیون تا بلوک دایموند. چی؟ 10 میلیون تا بلوک دایموند. و حتی یه جای مخفی هم داریم اینجاست. ببین من نمیخوامه. نمیخوای اونو برای چی؟ بیچاره است. خب بابا یا باید قدم نمیخواد. نمیخوامش بکشمش. بکشم. گناه داره بنده خدا. تو بگو بکشم یا نه. بکشمش یا نه. نمیتونم. آخه این بدن توی آب اینم میگه توی آب نمیره. خب بدن توی آب. آره بکشش. کشتمش اما دوباره تخم سگ داره. ماهی ها دادن چی میگه. اینا ماهی ها رو بکشم. ماهیا اینا البته.
اینا نه نه اکسیداتلن. قاتل نه اکسیداتل یعنی چی؟ خود منم اصلا نمیدونم. پارسا هم اونجا وایسا، ویوران میخوان تو رو ببینن. اولین بار تو رو میبینن. کجا میری؟ بچه ها پارسا رفت، یه لحظه وایسین. الان میاد. بچه ها ببخشید اما نمیخواستم اونو بکشم کنم، اما به خاطر اینکه فرار کرد از اتاقم به خاطر اونه. قرصای لحظه رفت، الان میاد. بچه ها پارسا اومد. اگه این ویدیو رو دوست دارین لایک کنید، اینی که بهتون گفتم. در مورد یارو سابسلای که فقط گفتی. خب بچه ها اصلا لایک و سابسلایک کنید. آره من شوخیان زیاد. بچه ها بعدا میخوام ویدیومو تموم کنم همین الان. بچه ها من هنوز تکون نمیخورم، حال ندارم. خب بچه ها اونم از ویدیو هامون بود. حالا ویدیومون تموم نشده. اگه ویدیوهای قبلیمو ندیدین ویدیو رو ببینید، لایک و سابسکرایب کنید به اون ویدیو هم همینطور و خداحافظ. بذار سنگ تو